عروسی عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز در استرالیا. نشر تازه‌ترین تصاویر عروسی زهرا الهام با جمال مبارز در استرالیا و اشتراک هنرمندان موفق کشور در این عروسی. زهرا الهام چرا با جمال مبارز ازدواج کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند خوش صدای کشور که وی با کارهای آوازخوانی از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و در مدت خیلی کوتاهی توانست به اوج هنر آوازخوانی برسد. وی تحت حمایت خاص آریانا سعید، ملکه دلها و یکی از داوران برنامه ستاره افغان قرار داشت. زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با یک برادرش افغانستان را به مقصد استرالیا ترک کرد. وی در کشور استرالیا مانند قبل به کارهای هنریش ادامه میداد و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. زهرا الهام این روزها تصاویرش با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که این دو ازدواج کردند. هرچند جمال مبارز در افغانستان ازدواج کرده بود ولی همسر اولش وفات کرد و اکنون با فرزندانش در استرالیا زندگی خوش و آرامی دارد. من آرزوی موفقیت و خوشبختی برای این زوج هنری افغانستان آرزو دارم و در انتظار نشر تازه‌ترین برنامه‌های هنری و آهنگ‌های جدید این دو هنرمند خواهیم بود. شما عزیزان هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.